سلام دوستان، خسته نباشید. من رضا هستم و اینجا هم کارگاه سالید ورک. داشتم داخل ردیت داخل r/solidworks گشت می‌زدم که دیدم یک دوستی کمک خواسته که من این قطعه رو چطور طراحی کنم و گفتم که یک پست آموزشی ازش بسازم و تا یک کمکی و یک آموزشی به شما بشه و یک کمکی هم به اون دوستی که این کمک رو نیاز داشته. در وهله اول این قطعه بهش میگن پول استاد. برای پشت کلت های ER16 تا ER32 BT30 تا BT50 دستگاه های CNC استفاده میشه. حالا سایزش بر اساس سایز کلت متفاوته و فکر میکنم این قطعه برای کلت BT30 باشه. حالا BT30 ER16 تا ER32 جداگانه روش میخوره و سایزهای بزرگتر BT40 BT50 سایزهای کلت‌های بزرگتری هم بهش میخوره. برای طراحی این قطعه ما ابتدا شروع میکنیم از بلکترین حالت قطعه شروع میکنیم و چون قطعه‌مون رو میخوایم حول یک محور دوران بدیم ابتدا یک دونه سنتر لاین میذاریم. گذاشتن سنتر لاین ما دلیل داره. دلیلش هم این هست که ما نیاز داریم تا ابعادمون رو به صورت قطری وارد کنیم. یه شماتیک کلی از قطعه میکشیم. یک تعداد پله داره، یک تعداد بخش‌های عمودی و افقی. زوایا و اینا اصلا برای ما مهم نیست چون همش رو در انتها مشخص میکنیم. مثلا قطر اصلی این بخش رو ما اگه اینجوری مشخص کنیم به صورت شعاعی و با خاطر اینکه سنتر لاین گذاشتیم میتونیم به صورت قطری هم مشخص کنیم. قطر 24 میلیمتر هستش. بخش بعدی قطر 25 میلیمتر هستش. قطر بزرگ ما 38 میلیمتر هستش. قطر بعدی ما به چیزی که اونجا داده شده داده نشده اینطور که من میبینم و از زاویه این دو سر ما به دست میاد. قطر این بخش ما 23 میلیمتر هستش و حالا این دو سر با هم مساوی هن. این نقطه ها صورت کوینسیدنس هن و اینجا 5.7 میلیمتر، اینجا 5 میلیمتر، اینجا 21 میلیمتر. در کل طول کلی ما 90 میلیمتر، 10 میلیمتر و این بخش هم که بخش دارای رزوه ما هستش این بخش 8 میلیمتر و الان از نظر طولی همه بخش های ما فول دیفاین هستن. تنها بخشی که برای ما مهمه زاویه اینجاست. زاویه اینجا طبق چیزی که همینجا تعریف شده زاویه 30 درجه که باعث فول دیفاین شدن قطعه ما میشه و حالا این رو حول این سنتر لاین دوران میدیم و به قطعه اصلی که میخوایم به حالت کلی میرسیم. در ادامه ما چیزهایی که نیاز داریم 2 عدد برش روی این بخش هست که برای سفت شدنش توسط آچار مورد استفاده قرار میگیره و این رو همون طوری که روی قطعه تراش میخوره به وسیله فرز ما به همون صورت این رو نمایش میدیم. یکی از نکاتی که واقعا مهم هست در طراحی این هست که ما دقیقا همون طوری طراحی کنیم که قرار است ساخته بشه، چون به فرایند تولید ما و به طراحی بر مبنای تولید DFM ما کمک خیلی بزرگی میکنه. ما یه قطعه‌ای داریم که به صورت تراش به این صورت میتراشیمش، بعد با فرز یک کات در این نقطه میزنیم و حالا نوک قطعه ما نیاز هست که به صورت دورانی پخ بخوره، ولی اون پخ بعد از رزوه میخوره
ما رزوه رو نمیتونیم در انتهای پخ، میتونیم در انتهای پخ هم تعیین کنیم. پس نوک این رزوه رو ما چمفر میزنیم. خودش اینجا گفته که 3 در 45 درجه و حالا این بخش انتهایی چمفر رو بریم از بخش thread به صورت متریک دای، تپ برای قلاویز و دای برای اون بحث حدیده استفاده میشه. با پیچ 3 میلیمتر، یعنی ما پیچ حالا در قطرش که 24 بود ما M24 ولی یک چیزی میخوایم که قطرش 3 میلیمتر باشه. M24 در 3 میلیمتر رو انتخاب میکنیم و گفته بود به عمق 31 میلیمتر. ما به صورت کات ترد 31 میلیمتر کات میزنیم و از اون سمت یک آفستی نیاز داریم که حدود 3 میلیمتر یا یک رزوه. ما اینو بیاریم بیرون از قطعه تا بتونیم از نوک کار شروع کنیم به تراش دادن. پس اینم میشه رزوه ما و حالا تنها چیزی که میمونه بخش فیلت ها و چمفر هایی هست که در شکل نشون داده شده. مثلا فیلت نیم و فیلت و چمفر 45 درجه داریم. ما اینجا چمفر 45 درجه داریم با ابعاد نیم. اینجا فیلت داریم با قطر نیم، به علاوه اینجا هم همچین فیلتی داریم. اینجا یک فیلت دیگری داریم با قطر 1. اینجا با شعاع 1 میلیمتر ما فیلت میزنیم و در جای دیگری ما در این شکل نمیتونیم فیلت داشته باشیم. البته ما خیلی مهم هست که یک فیلتی باید طبق تولید در اینجا و در اینجا داشته باشیم، خصوصا بخش‌های داخلی. حالا این بالا ما میتونیم نداشته باشیم، ولی اینجا باید باشه و اینجا هم یک فیلت نیم ما باید داشته باشیم. توجه داشته باشید که هر چیزی رو تراشکاری میکنید نوک ابزار تراشکاری شما یک شعاع ابزار داره و در این زاویه های داخلی ما نمیتونیم بدون فیلت تراشکاری انجام بدیم، اما این خارجی ها رو ما میتونیم کاملا 90 درجه یا با هر چمفری که دوست داریم تراش بدیم. این شد قطعه‌ای که ما در اون شکل داشتیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.